تو این ویدیو میخوام بهت بگم چرا دیگه آیفون سری 13 رو نباید بخری. یه بخشنامه اومد چند وقت پیش که کسایی که میتونن صادرات کنن گوشه مثبت $600 رو میتونن وارد کنن. خب حالا یه سری آدمای نابلد و بازیگر وارد این بازار گوشی شدن و اونجایی که نتونستن گوشی‌های درست حسابی و سالم رو تشخیص بدن وارد کردن. دومین مسئله اینه که یه سری کارگاه خونگی توی امارات هستش که گوشی دست دوم تر و تمیز رو برمی‌دارن یه خورده بزک دوزک میکنن و تر و تمیز میفروشن به ایرانی‌ها و ایرانی‌ها یه خورده بزک دوزک بیشتر و در نهایت گوشی پلم و آکبند ریپک و رفرش شده رو وارد بازار کردن. تنها در صورت آیفون های سری 13 رو بخرید که فروشنده بخواد براتون این مسائل رو شفاف سازی کنه و حالا ما موندیم و آیفون سری 13 که تقریبا 90% موجودی گوشی اوکی داخل بازار جهانی تموم شده و یه سری گوشی ریپک مونده و داخل ایران هم تنها گوشی 13 رجیستر میشه.